آقا سلام، خوش اومدین به کانال میوانا. اینجا ما در لوکیشن جدید میخوایم ویدیوی جدید رو بگیریم. ویدیو در مورد چیه؟ و باز هم عشق ابدی. عشق ابدی ما حرفای روزمره‌مون در مورد عشق ابدیه. حالا امروز میخوایم کامنت‌های توییتر رو بخونیم، چون که میدونین توی توییتر خیلی تحلیل‌ها فرق میکنه. آره، انگار یک کامیونیتی دیگه‌ای هست، نه؟ و کلا محبوب شدن تو توییتر خیلی کار سختیه. من دیدم آره، چون به اکثرا فوش میدن تو توییتر. چون من به خودم فوش میدم تو توییتر. ولی ترانه این چند روز اخیر توی توییتر خیلی کامنت‌های مثبت گرفته. خیلی تونسته مثلا طرفدار پیدا کنه و میگن کار هر کسی نیست توی توییتر. جدی؟ آره. جدی. حالا تا این قسمت ممکنه باز قسمت‌های بعد اوضاع برگرده. اصلا نمیتونی پیش بینی بکنی. این اصلا نمیشه پیش بینی کرد چی به چیه. اولین کامنت اینه که فیلمبردار عشق ابدی چرا انقدر زوم میکنه دیگه. زوم میکنه رو کوناشون. راست میگه نمیتونه. چرا راست میگی؟ ببین زوم میکنه شدیدن. مثلا رو باسن سفدا خیلی زوم میکنه. خط شورتشون رو بعد هی میذاره، انگار در میاره اون خطش. مثلا روی پونه کجا کی؟ بهار و ماهرخ. یا مثلا وقتی که لباس تناز از پشت چاک داشت، ببین زوم بود روی این چاک. آره. خیلی مرعبه. خودش خوشش میاد احساس میکنم. یا منحرفه یا مثلا سبک قدیمی، انگار می‌بینی فیلم‌های قدیمی تر و شوهای از پایین ویدیو میگرفتن تا بالا. شوهای مثلا سوزان روشن این زمان چون ما قدیمی یادمونه. بله اون زمانه، ولی ادیتش واقعا یعنی نسبت به لاو آیلند رو من نگاه میکنم خیلی متفاوته. خیلی اصلا ادیت خوبی نداره. ببین یه موضوع دیگه هم که هست اینه که احساس آدم میکنه وقتی که مثلا یه جایی داره در مورد یه مبحث اینا دارن صحبت میکنن نمیفهمی. آره خیلی میپره به ادیت. خیلی به خاطر ادیت بدشه فکر میکنم. آره. مثلا الان خودت نمیدونم چرا اینقدر با ترانه بدن. من نمیدونم یه چیزی شده. تو پشت صحنه یه چیزی شده. خب اونو فیلم بگیر، اونو بذار، اون الان نشون بده به ما سر چی دارن دعوا شاید مشکل ترجمه بوده، متوجه نمیشده فارسی، نمیدونست از کجا باید کات کنه. ما رو میفرستن وسط یه دعوایی که اصلا نمیدونیم چیه، از کجا این شروع شد، چرا اصلا. بعد یه چیزی که حالا لاو آیلند داره من دیدم، راوی داره، یعنی اول هر قسمت چقدر آره میاد توضیح میده، فقط صداش هست تصویرش نیست. رو همین داره صحنه ها رو نشون میده، جزیره رو نشون میده. راوی میاد توضیح میده مثلا قسمت پیش چی شد این بری چی با این بره این بین اینا چی شد و همه رو یه خلاصه میگه و اینطوری خیلی بهتره. آره چقدر خوبه. ولی خدا فکر کن. آره خیلی خوبه. اون اول اون راوی بس خیلی مهمه تو این. بعد فکر کنم دیدم راوی داشتن اینا. حالا ان شاءالله برای قصه 2. نه فکر کنم این سبک اینا چون ترک و اسپانیایی و ایناش مکزیکیشو ساختن همینطوریه و به همین روش ادامه میدن. بعد یه چیز دیگه هم بگم، توی برنامه همش به ترانه میگن که تو نمیتونی صحبت کنی خب و نمیتونی ارتباط برقرار کنی، ولی بیرون از برنامه مثلا بین کسایی که حالا مثلا پیج دارن و اینا خیلی اتفاقا تنها کسی که تونسته ارتباط برقرار کنه مثلا باش لایو میذارن ویدیو میگیرن و تنها کسی که تونسته ارتباط برقرار کنه با اینکه میگن ارتباط ضعیفه. بعد یه چیز دیگه ترانه مثلا قسمت اول به دورتو نگاه کنی میبینی که ترانه خیلی خوب داره صحبت میکنه، اصلا هیچ مشکلی نداره. از کی به مشکل برخورد؟ از وقتی که با علی کات کرد. با علی کات انگار به هم ریخت و اصلا اون تکلمش رو از دست داد. من فکر می‌کنم این فکر می‌کرد نباید یک ثانیه هم سینگل باشه و اصلا نمی‌خواست مثلا فکر می‌کرد مسابقه اینطوری که یک دقیقه نباید تو سینگل باشی، برای همین تا با علی کات کرد به هم ریخت، هم پاشید. شاید اصلا میدونی احساس می‌کنم خیلی بهش فشار اومده، خیلی مثلا براش قلدری کردن، به زور گفتن. آره. انگار که جرئت نمی‌کنه دیگه صحبت به نظر من این رفتاری که باش کردن توی هر کشور دیگه‌ای بود میتونست شکایت کنه. قلدری عملاً قلدری داره. ببین واقعا ما یاد مدرسه‌های کره‌ای میافتیم. حالا اونجا با یه آدم مثلا بی پول قلدری می‌کنه، اینجا با یه آدمی که مثلا اینجوریه. کامنت بعدی اینه توی توییتر که 150 کارم لایک خورده. عشق ابدی خیلی تاریک‌تر از چیزیه که نشون میده. 4 تا جوون مهاجر که تو کار و زندگی و معیشت موندن، اومدن توی ویلا به امید پول و شهرت. چند ماه گیر کردن و کم کم دارن از نظر روانی فروپاشی میکنن و چند میلیون نفر هم بیننده شونن و هر لحظه هم دارن قضاوت میشن. ببین راست ببین به نظر من این احساس رو بهم دست داده که انگار مثلا مثل حیوان، خب حالا زبونم لال، مثل حیوان چند نفر رو ریختن این کارگردان وسط به جون هم انداختنشون و داره ازشون فیلم میگیره. اصلا بعدش اگه هم مثلا با هم جر و بحث نمیکنن کات با هم دعوا بکنه در مورد این صحبت کنه این کارو بکنید. واقعا اصلا مثل اسکوید گیم شده نه؟ موی بدنم زیر شد. اسم استودیو شده انگار مثلا اینا به جون و برای بقا بجنگین، همو بکوبین. و همه بحثشون میگه مثلا آدمایی که همو نمیشناسن چرا باید انقدر در مورد هم نظر داشته باشن، اینقدر
با هم رک حرف بزنن و انگار مشخصه این کارگردان اینا رو انداخته به جون هم واسطه فیلمی. بعد مثلا فکر کن دو نفر اونجا محمود داره ترانه رو میزنه، خب دست کشیده رو حالا مثلا سیاوش هم این کار کرده، محمود داره ترانه رو میزنه، دست داره خوشونه میکنه و کارگردان داره فیلم میگیره. براش مهم نیست، براش ویو و اینا مهمه. به نظر اصلا این کانسپت اینجوری توی کره حداقل نمیتونست اصلا فیلم برداری بشه. من میگم ایرانی‌ها بازی رو نگرفتن، شاید اینجوری افتادن جونه هم دیگه. چرا اصلا میگه تنها چیزی که توی برنامه دیده نمیشه عشق. اصلا فقط خاله زنک بازی پشت سر هم هست. شاید به نظر تو نگرفتن باید چیکار کنن؟ منم احساس می‌کنم نمیدونم انگار درست ولی سیاوش نگرفتن میگفتش چیه. که این بهار تازه اومده متوجه نیست که باید چه جوری بازی کنه. انگار میگفت این باید متوجه بشه که در مورد هم حرف بزنیم. یکی اینه. آره راست میگه. من با ترانه‌ام حرف زدم، ترانه گفتش که من هنوز هم دارم برنامه رو میبینم گریه میکنم و هنوزم دچار تروماهاشم و حالم بد و اینا. حق داره. به نظر من این فضا رو دخترها انقدر علیه ترانه شدن و انقدر ماهرخ علیه شده، این فضای امن و ازش گرفتن و این الان که مثلا محمود اگه بزنتش هم نمیتونه چیزی بگه چون کسی رو دیگه نداره. منم اگه بودم قطعا همینجوری بودم. تو ببین خودت هم بودی. آره خودم هم بودم انقدر تو سرت و اون بیرون هیچی نداری و نمیتونی به برنامه بری بیرون. میگه اگه برنامه بریم بیرون با جریمه بدیم اگه قبل حذف بریم بیرون. خب چیکار کنی؟ مجبوری این میزنن. بعد فکر کن تو دنیای واقعی هم همینه ها. دختری که مثلا کسی رو نداره خانواده‌اش پشتش نیستن مجبور شوهر میزنتش تحمل کنه. دقیقاً احساس می‌کنم نداره از سوء استفاده می‌کنه. من خیلی طرفدار محبوب ما که دی خودت بودی. طرفدار محبوب بودیم ولی ناامیدمون ولی آره ببین حالا اینجاستا هیچ کدوم از شخصیت‌ها سفید یا سیاه مطلق نیستن. همشون خاکستری هستن. ولی شاهین تنها از اول همینطوری اونی که بود. ماهرخ سیاوش اینا واقعا همشون سیاه هستن. حتی پرستو صالحی هم آقا اشتباه کرد. پرستو صالحی گند زد. خیلی کارش بد بود. بیا بگو من تا حالا موجودی نبودم اشتباه کردم. نمیدونم چرا اینقدر معذرت خواهی براش سخته. دقیقاً اون حق خوری که در حق ترانه و محبود کرد. حالا کاری ندارم محبود مثلا اون رفتار انجام داد، اون که بحث جدایی داره. ولی خیلی حق خوری، خیلی کار زشت بود. یعنی خیلی هرس خوردم سر اون. کامنت بعدی نوشته لیا کاتب، اینو منم شنیدم، یه ایرانی تو ورژن آمریکایی عشق ابدی اسم برام نمیدونم لاو آیلند یا چیه شرکت کرده و کلی هم تحسینش کردن بابت شخصیتش. این نشون میده مشکل ایرانی بودن نیست، ترکیه زوال عقل میاره. به نظر من ایرانیایی توی البته من داشتم یه چیز فکر می‌کردم فرض کن مثلا ایرانی تو کره هم بزنن توی ویلا 30 روز دعوا نمیشه. ببین همدیگه رو اینجا به نظر من بدتره. اینجا خیلی بدتره. اینجا ببین اصلا به خونت تشنه. آره اینجا که خیلی اینجا بیچاره میکنن. بعدی حس میکنم هدف سیاوش از اومدن به عشق ابدی این بوده که در یک رسانه بزرگتر از اکسش بخواد به هم برگردن. به نظر من همینه. و میخواد اکسش برگرده. من احساس کنم اکسش هم خوشگل بود هم پولدار بود چون سیاوش خیلی فرصت طلبه و این اکس یه چیزی بوده که براش میچربیده. بحث دوست داشتن نیست، بحث چربیدنه و اونو میخواد. خیلی هم راحت میاد میگه آره بهش خیانت کردم بله ولی صادقم. خب یعنی که یه آدمی که مثلا صادق باشه خیانتکار نباشه مثلا با هم دیگه یه جا نمیگنجن. باید حتما یکیشو داشته باشی. به نظر منم کسی هم که خیانت کرده پسر بوده. با پسر به اکسش. منم تو احساس می‌کنی اکسش پسر بوده؟ نه من احساس می‌کنم اکسش دختر بوده ولی این با پسر به دختر خیانت. آره اینم میشه. چون یه جا داشت میگفت از نظر جنسی اوکی نه اصلا مگه میشه میگفت نه من اوکی نبودم از نظر جنسی و این یه جای دیگه من باعث شد تخلیه بشم. این یه جای این داستان میلنگه و یه جایی هم نگار چون همه اینا رو میشناسه اومد گفتش که سیاوش خیلی پسر خوبیه ولی و گفت ولش کن نمیگم. به نظر من همین بود منظورش. ببین من یه چیز دیگه در مورد نگار سیاوش احساس میکنم نگار شخصیت اصلی سیاوش رو فهمیده ولی چون که هیچ پشتوانه‌ای اونجا نداره اگه بگه همه میریزن سرش دیگه جرأت نمیکنه. ببخشید پرست و دور سیاوش هم نمیتونه بگه وگرنه قشنگ متوجه و هی داره گرا میده. آره دقیقاً هی گرا رو داره میده. فهمیده. آره فهمیده. حالا کامنت بعدی اینه که اینم لایک خورده ما همینطوری دوچار فروپاشی فرهنگی توی مملکت بودیم. این عشق ابدی چی بود ساختین دیگه. من اینطوری هم که اتفاقا به نظرم خوبه که آدم ببینه که بس بابا شاید ما هم واقعا انقدر سمیم تو دنیای واقعی نمیفهمیم. آخه ماهرخینا اصلا نمیفهمن که سمیان هر چی بهشون میگه. دقیقاً آخه چون که دقت کردی همش میگن این بعداً پخش میشه آبروتون میره مثلا اینا به اونا میگن. بس انگار که واقعا نمیدونن شاید از ما اگه فیلم بگیرن مثلا به نظر ما رفتار ما با آذر اشتباه خیلی 100% آدم آدم قبول داره اشتباه. ها دقیقاً آذر ببین خیلی بارو خوب تحمل میکنه. یعنی ما خیلی دو آدم سمی هستیم. آره ما بی‌ادب ما قلدری بر آذر رو میکنی؟ چرا بعضی وقتا میگم بعد آخه حسمون خود در میاد. چرا خیلی کار زشته. من اصلا اینجا معذرت ولی دوستش دارم. آره ولی من آذر خیلی دوست دارم. خیلی دوستش دارم. خیلی بچه با نگاه
همین آذر همسن همیناست، همین ترانه و نمیدونم ولی آذر خیلی با ادبه. خب بعدی من فکر میکنم توی یکی از پارتی‌های محبود ماهرخ و پیکسی به عنوان سکس ورکر حضور داشتن. واسه همین محبود هی میگه من شاهد دارم، میگه اگه بگم من برای خودم بد میشه. ماهرخ هم دست و پاش میلرزه. میلاد هم اصلا واسه همین از ماهرخ جدا شده، دلیلش رو نتونست بگه و گفت یه چیز شخصی از ماهرخ فهمیدم. آخه نگاه کن این پیکسی که اصلا فیلماش در اومده که میگن که تو اون نرم افزار اپلیکیشن چی اسمش الان شنیدم والا بقیه هم میفهمم تو اون بوده. من نمیدونم اون من شنیدم که میگن بوده. حالا شاید محمودم آخه میگه من یه چیزی میدونم. آره گفت مدرکم میتونم پیدا کنم دوستم. من گفت شاهدم دارم. چیه؟ کاش لوش بده. شایدم بده. حالا من میرم بعدن اگه بیشتر میرم ترانه میپرسم میگم که آیا اینو تو برنامه لو دادین یا ندادین؟ اگه ندادی به من بگو یا به شما بگم. خدای ترانه خیلی آدم خاکیه. وقتی پیکسی بود رنکی که عشق ابدی 10 لول افت کرده بود. خدایی چون فوش میداد و توهین میکرد منم با این ناراحت میشدم. خوب شد هست شد. خیلی اصلا به اونجا نمیخورد. اصلا فکر نکنم تایپ پسری هم میبود. آره نمیبود. میدونی من قبول کنیم این تیپ استایل توی ترکیه مثل که خیلی پذیرفته است ولی توی فرهنگ مثل ایران و پسر ایرانی نمیپذیرن. قبول ظاهر هر کسی به خودش ربطی داره ولی میگم فرهنگ ما نمیپذیره. مثلا فرهنگ کره هم نمیپذیره. قبول داری؟ اگه کره بود که خیلی مثلا اصلا تتو بدنم به سختی میپذیرن. آره فکر کنم صورتت ولی مثلا تو آمریکا کاملا اوکیه. ولی برای آمریکا مهاجرت کن آمریکا. تو برو آمریکا. کاش آخر عشق ابدی سورپرایزمون میکردن و به جای اینکه جایزه $30,000 بدن به برنده ها میبردنش تیمارستان بستنیش. دقیقاً. ببین حالا اون کسی که برنده شده بعد پول تقسیم کنن یه تراپیست چیزی برای استخدام کنن. شاید باید قسمت بعد ابو سیاوش حرف خوبی که زد گفتش کاش کی مثلا برای حالا فصله بعد مثلا یه روانشناس هم بیارن و یا اینکه یه میگفت منیجر تبلیغاتی برای فضای مجازی بیارن که این کامنت ها رو یکم سوق بده و اینقدر مثلا هیت سمت یکی نره. نه برای ایرانی جواب نمیده. این اصلا ایرانی اگه بخوان فوششون بدن میدن. شاهین بدد نخور اونجا جزیره عشق ابدی نه جزیره مافیا و خانه زنک بازی مریض روانی. برو خودتو بستری کن. اینجا این اصطلاح چون مشهدیه من احساس کنم خیلی متوجه نشدن. تو متوجه شدی؟ سرسخ کردن آره متوجه شدی؟ آره. گفتش که من میخوام سرسخش کنم که بی احترامی کنه که مثلا دعوا بشه اخطار بگیره اخراج بشه. خیلی کار زشت. ببین یعنی بان درست کرده. آره خیلی کار زشت بود. ببین این احساس میکنم این عوضی اصلا قبل از اینکه بیاد اصلا خارج از برنامه تیمشو چیده بوده. آره که گفت من اومده کسل داشتم فلان داشتم آره کس داشتم اومده اونجا. پس یعنی اصلا کلا این بازی عادلانه ای نیست. آره بعد دفعه بعد اینجوری نباشه یه کسی که مثلا تجربه احساس کنم همشون تجربه کامرا دارن. باید آدمای عادی رو می آوردن بیشتر. دقیقاً آره. چرا همشون مدلن؟ من خیلی عجیبه آره برام. اصلا ایرانی برنامه وینی هم که ببین همه میگن ما مدلیم. آقا جان از این مدلی شما پول یعنی در میارین. یعنی شغلش یه اسم نمیدونم اگه شغلشونه که یعنی پول در میارن اگه نیست و همینجوری اصلا بیکارن. کاملا بیکارن. من نمیدونم اینجا شاید مثلا تنها مثلا تو ایران تبلیغات میرفته برای جایی مثلا اینو میگه مدل. اگه اینجوری باشه که ما همه مدلی. میگه از 16 سالگی برند خودم. کو این برند چرا فروشی نداره؟ چرا جایی نیست؟ چرا یه تیم تبلیغاتی نداره؟ چرا لانچ نمیشه مدل جدیدش؟ نمیدونم این خیلی برام عجیبه. اگه از زندگی عادیمون فیلم بگیرن نکنه هممون مثل این ریالیتی شو چرت عشق ابدی بعد و بعد جنس باشیم نقشه بکشیم زجر بدیم بقیه رو با اینکه چیزی بهمون نمیرسه. ببین راست میگه. منم از این یکی حرفم نکنه از بیرون ما اینطوریم. اتفاقا خیلی دوست دارم تو همچین جایی برن. حالا که نمیگم که برم عشقی چیزی پیدا کنم. مثلا برای اینکه مثلا بقیه از نگاه بقیه بفهمن شخصیتم چه جوریه. نه؟ خیلی چقدر کامنت عمیقی بود. آره اصلا خیلی باید بدونی. فکر رو رفتم. چقدر دوست دارم خودم بشناسم. آره. والا تنها کاری که تو این برنامه نکردن تا حالا عشق ورزیدن بوده. آره آره. اصلا هیچ محبتی قلدری ابدی. اصلا مثلا شاهین و تناز الانم با همن و رابطه‌شون اوکی واقعیه ولی عشق توش نیست. نه اصلا نگاهاشون معلومه به هم دیگه عشق. هیچ عشقی به نظر من توش نیست. ولی چقدر جالب بود مثلا اگر فرض کن تو آذر با هم تو این برنامه شرکت می‌کردین. خب میتونستین وسطش برای اینکه کسی چیزی نفهمه کبام کره حرف بزنید. آره دقیقاً. چون می‌بینی اینا ترکی حرف میزنن شما میتونید کره حرف بزنید. آره یه تیکه‌ای ترکی میندازن. بقیه هم نمیتونه ترجمه که قطعا نمیتونست ترجمه کنه. آره. و درون تیوی هم پخش می‌کردن چیزی علیهتون نبود. میگم کاش چیز می‌کردیم. کاش ما یه تیم بودیم مثلا ما می‌رفتیم. آره. شاهین هم همینجوری فکر کرده که تیم جمع کرده برده تو. نفهمیدم. حالا ما خنگی میریم اونجا تا ضد هم میشه هم دیگه رو ترانه و نگار به خدا با هم تیم بسته بودن برن تو ضد هم شد. منم میگم اصلا از اون نقشه‌شون فاصله گرفتن. به خدا ما هم اینطوری نمیفهمیم باش. آقا تموم شد. اگه نظر شما رو راجع به نظرات توییتر توی کامنت ها بنویسین. نظرتون در مورد کل عشق ابدی و تمام اون شخصیتاشم خیلی دوست دارم بدونم. مرسی اینجا دیدین. خدا